8 سرنشین یک موتر که نظامیان بودند جان باختند. این منابع درباره هویت جان باختگان اطلاعات را شریک نساختند. تاکنون طالبان و پاکستان همچنان درباره این رویداد چیزی نگفتند. منابع محلی در ولسوالی گومل ولایت پکتیکا میگویند که شام شنبه یک موتر نو پیکاپ در منطقه ترخه این ولسوالی آماج حمله هوایی قرار گرفت که در نتیجه تمامی سرنشینان آن کشته شدند. این منابع مردمی درباره هویت افراد کشته شده چیزی نگفتند. اما یک منبع آگاه از این رویداد میگوید که این حمله به هدف آماج قرار دادن اعضای TTP یا تحریک طالبان پاکستانی انجام شده است. تا اکنون طالبان و پاکستان درباره این رویداد چیزی نگفتند. اما ادامه چنین حمله ها چه پیامی می تواند داشته باشد؟ متاسفانه از زمان حاکمیت گروه طالبان حریم هوایی افغانستان در اختیارشان نبوده. همواره مشاهده حملات هوایی پاکستان و کشورهای دیگر بودیم. این نشان دهنده نقض آشکار حریم هوایی افغانستان در 3 سال متوالی بوده و در گذشته ها ما نیز شاهد گشتنی های طیارات بیسترنشین امریکا در ولایات مختلف افغانستان بودیم. پیش از این بارها گزارش های از حمله های نظامیان پاکستانی برای هدف قرار دادن اعضای تحریک طالبان پاکستانی بر بخش مرزی افغانستان و پاکستان پخش شده است. پاکستان همواره طالبان را به پناه دادن به تحریک طالبان پاکستانی متهم کرده است. اتهامی که از سوی طالبان رد شده است. اکنون این پرسش مطرح است که حکومت جدید پاکستان برای مهار تهدیدهای برخاسته از فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستانی چه راهکاری را به پیش خواهد گرفت. اکنون که منطقه و پاکستان در محراق توجه افراطیت قرار گرفته، نتیجه همان آتش است که پاکستان افروخته و در وجود TTP که رابطه ارگانیک و ایدئولوژیک با طالبان افغانی دارند، خود پاکستان درگیر است